بهترین اتفاقی که توی چند سال برای فوتبال افتاده تو ایران نه رفتن به جام جهانی قبلیه، نه ای جام ملت‌های آسیا، نه حتی قهرمانی توی جام. بهترین اتفاقی بود که بالاخره درب این ورزشگاه‌ها رو خانم‌ها باز شد. بله. خانم‌ها وارد زمین فوتبال، وارد سکوها شدن. من فقط یه چیزی نمیفهمم، این درست نیست که یه گوشه سکویی پشت دروازه‌ای فقط برای بستن دهن فیفا به خانوما اختصاص پیدا کنه. خب اگه در واز کردی که درست واز کن دیگه، قشنگ زیر ساخت درست که خانوما بیان تو راحت فوتبال ببینن. آقای مسئول، آقای کار درست، آقای رئیس، الان خانوما اومدن تو ورزشگاه، چی شد؟ اصلا این سوال برات مطرح شد که این همه سال که